سلام علیکم سلام علیکم مرا تماشا دارم میرسم باوری کنید دارم که همه شما خوب اینتلیجنس سلامتین آرزویی که برادرایی که بدن که آرزو میکنم دعا میکنم به حق ما که برادر دکتر بختیاری ما بجوشید و الحمدلله باز هم برگشتیم از شرای غریب و از مهاجر و باز در وطن خود میخوایم که خدمت کنیم میخوایم وطن خود را آباد کنیم برادرها خیلی در اون بالسایی که شرکت هم کار میکنیم شما بدونیم گجود هم کار میکنیم گجود هستیم نمید بعد میکنیم که بچه ها را بسیار میکنیم که زنگ بزنیم میکنیم که ما جای کارمون ریمون رفتیستن بعضش مسخره میکردن که شما دروغ میگیم نه الحمدلله دیدستن که این ریمون ما همیشه خدا را شکر اینا باید روز آمدیم که شاگردها را برادرها را محض درمانی کنیم من دوم برادرایی هستن که اذیت میان میکشن ستون مهره دارن دردوی ستون مهره دارن ما با واسطه دستمون با واسطه مسحجمون محض درمانیمون متوابت میکنیم خیلی باز ما چکو میکنیم اول کابینتور شناس میکنیم کابینتور علایده برای زنکو برای مردکو این کابینتوری که هستن ما در اینجا مادرهایی که میبین خیلی کشیدگاه هستن این بوچکایی هستن پیتا بوچکا انشالله خیلی کابینتی برای زنان علایده هستن ما این کابینت داریم خیلی این کابینتی که ما فورکاست هستیم انشالله این برادر ما شاگرد ما محض درمانی کسی برادر مشکل هم بیتر کسی بوچکای مشکل هم هر یک موشک برای ستون مهره میروند اونا ما با واسطه همه چیلیکو دستمون محض درمانی شده میتونیم که ستون مهره را آزاد کنم نه نیرو را بچکه اگر نیرو که چکه در ما با پوچه ها میروند در پیشو قطعی میچکه عادت هایی که میشود بچه ها سیدن چی نیرو میگیم مثلا بسیار آدم ها طرفی چپش میتقن حسابی که الپاک از یک میشکه وقتی که جکه در دو پوچه میده اول جوی که کل میکنم کن در همینجا میشه بعد اصوص اگر توابت نکنم به همیتی کنم بعد پوچه میده ما سخمه که یک بنشان میدیم سخمه که ستون مهره میگیم و بعضیش میگن که نخواه ستون مهره دیل ما در کنم بله دیگه که از ستون سیاسکو رفته گیم چکه دیره برای همه چی دیگه که سیاسکو رفته گیم همش از ستون مهره اگر همین ستون مهره اگر ما به جوشی داده باشه میتونه که جکا بیاره در دلت بوده جگر داده بوده ژلود کرده بوده معده داده بوده مثلا خیلی دیگر نو نوشته بدمش ممکنه وقتی که جرمون که شده کرده اونجا علاقه اونجا قانون گرگرش نمیده بعضی بسیار برادران میگن همین که حالتهای دوران که چورایی دوران درد هستن اتیوپای دوران همین اتیوپا را ما با واسطه محض درمانی درد رو دور میکنیم نه کمش در 10 روز 5 بار محض درمانی میشه یک روز پس ما برادر جو داریم مثل برادر جو میکشیم مثلا جو بجو میشیم بعد میبینیم چی میکنیم اینجا اول ما کم ترک چی کردیم؟ اینجا اول بوچکه میگیم این خارجان میگن این مرده استراحت داره بسیار برادرها میگن که فیده بوچکه نمیره در مسکو فیده بوچکه داره در اینجا نمیره ما را تشکیل دادیم همه برای برادرها که ذوق فیده بوچکه دارن ذوق فیده بوچکه را یک کیفیتش همینه که این برای ما استخوان‌ریز و رادیکولید و پراتوز ایجاد ممکنه نه که برادرها با میگم که گریج دادن ممکن نیست کسی که گریج داره آرزوی ایران نکنه زلال داره
ماشاءالله ماشاءالله. این برای استخوان، برای پروستات، برای خنک گرفتگی شما کنید. حتما مقصد مراجعه این کسانی که هنوز واسطانی فیتابوش دارن محال نیست. آدمایی که گریج دارن ما نمیمونیم ندونی دانشگاه داریم. ما حتما آوازهای کارشون چون میکنیم محض علمونی که شده بینیم.